اگه تا حالا از جنوب شرق تهران رد شده باشی حتما اسمش به گوشت خورده. افسریه، محلی که داستانش با یک اسم شروع شد، افسرالملوک، کسی که سالها پیش این زمینای خالی رو به قطعات 120 متری تقسیم کرد و یکی از مهندسی شده ترین محله‌های تهران رو ساخت. افسریه به دو بخش تقسیم میشه، افسریه بالا و افسریه پایین. بازار افسریه از قدیم تا امروز یکی از پررونق‌ترین بازارهای تهرانه و البته سه راه افسریه دروازه قدیمی ورود و خروج شرق تهران، جایی که زمانی 3 بزرگراه مهم بهش میرسید و هنوز هم تو ذهن مردم همون اسم قدیمی باهاشه. این محله یه نمونه کم نظیره از طراحی هوشمندانه قبل انقلاب تا زندگی پرجنب و جوش امروز. افسریه جایی که نظم شهرسازی، بازار شلوغ و ضربان زندگی تهران همه کنار هم نفس میکشن. اگه دنبال روایت محله‌هایی صفحه ما رو دنبال کن.